یعنی مالک تمام اسباب کی است؟ الله هست. و این اسباب کی خلق کرده؟ پس مالک مو هست، مسبب الاسباب مو هست. اونم مالک بر ما چشم داده، اونم مالک. مثلا یک نفر میگه برادر عزیز در تقدیر ما رفته که ما باید نماز نخوانم. در تقدیر تو عقل نرفته، خب عقلم جز تقدیرت است. عقلت چی میگه؟ میگه بخور یا نمیخوام. عقل خود تقدیرت خود غیب است، خبر نداره، از عقلت خبر داری. پس عقلت برات میگه که نماز بخور. چشمت در تقدیرت نرفته، خداوند برای چشم داده که از این کار بگی. اینا مالک اسباب و مسبب اسباب الله هست. از این خاطر انسانی که بفهمه که اینمی اسباب الله خلق کردن، از این خاطر پیش دکتر میریم، به خاطر از اینکه سبب است پیش دکتر میریم، لکن بگیم شفا به دست دکتر نیست. چون بعضی اوقات است یک نفر دوا نمیکنه، میگه والا صاحب من یک مرض بسیار خطرناک داشتم خوب شدم. یک نفر پیش دکتر یک دفعه هم نرفته، الحمدلله یک دفعه خوانده سر قلبش جور شده. عقیده قوی داشته، به اون اندازه که بالا الحمدلله عقیده قوی داشته، اونم برش تاثیر کرده.